ادامه گفتار رامن زنان سبزبهار شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار. گفتار 13. بهار رگ و پیوندی شخ شده مادر را نیز به حرکت آورده بود. تو بوز نیستی بلایی، ای چار ماده گاو بالایی، دستگیری صغیره هایی، بوزکم جگی جگی. برای نبیرش، شاید برای دلی خودش که پر بود میخواند بیبی. کودکی پا و پر برآورده زبان نیز برآورد و بیبیش را سخت خوشبخت کرد. او هراسی داشت که مبادا بچه نیز بی زبان ماند. کودک بی ایست به بزغاله آنقدر گپ میزد که بیبیش گاهی سردرد شده خواهش میکرد نشانه گوشهایش را بندد. دختر تبسم کنان به مادرش مقابلیت میکرد. مثل من میبود چکار میکردی؟ استغفرالله. زیر لب توبه میکرد مادر و زود گوشهایش را میکشاد. گپ زن بیبیت صدقت. علم نشانه را شانه میگفت. این نام به زیبا و مادر نیز خوش آمد و نشانه شانه شد. نشانه جوانان را گسیل کرده برگشت و مادرش یک پهلو خوابیده نبیرش را تنبیه میداد. چیکار کردی علم؟ 21 روز خاله بیچاره‌ات هر روز آبی این سبزه را نو میکرد. نشانه طبقی گندمی سبزیده را نزد بزغاله چپه دیده هنگش کند. جانور با اشتها میسه نیش زده را میخورد و بچه با هوس مینگریست. دماغ دختر دود کرد. به دسترخوان نوروزی چی میمونیم؟ با علم اندیشید او. به پیشانی فراخ جانورک شپاتی فراورده و گوش بچه را سخت تاب داده. سبزه های مانده را جمع کرده با ترازوی نگاه سنجیده تخمین کرد. برای 1-2 کلچه می رسد. یک مویز را 40 قلندر خورده است. او را تسلی داد مادر که خود را در این قصه نیز چون همیشه گناهکار می دانست. دختر تگی نگاهی عذرخواه مادر را فهمید. وقتهای آخر پیوسته نگاهی خسته و اندیشمند مادرش را سوی خود و کودک احساس کرده دلش ویران می شد و درک می کرد که مادر تنها ماندن دختر و نبیرش را همیشه در یاد دارد. نوروز مبارک، نوروز مبارک، صدا کردند کودکان از سر کوچه. به نوروز رسیدیم، شکرانه کرد مادر. نوروز شما هم مبارک. نشانه 4 مغز در آستین به کوچه دوید و گلی نوروزی در بونی گوش برگشت. بچه هایت نوروزی آوردند. الها ارمانت از بچه هایت شکند. گل را بوسیده و به چشم و ابرو مالیده شکر کنان گفت مادر. تو کی برای ما گل می آری علمی بیبی؟ رو آورد به نبیره که گلی سیاه گوش را جای بطاقیش زدن به دهان می برد. بچه گویا انتظار اشاره بود که اسبش را نوده سبزی بید را قمچین زده به کوچه دود. به بهار رسیدیم. انشاءالله امسال نمی میریم. اجل هم در بهار از مرگ آدم حذر می کرده است. می اندیشید مادر به گلها نگریسته. عجیب بود که الحال دختر نیز در این باره می اندیشید. وقتهای آخر او در باره مرگ زود می اندیشید. جای یگان مرد یک پارچه خط سیاه آید، کسی بیمار شود، مرگ چون تارتنک در آسمان اندیشه هایش چند روز تار می تنید. دختر با دهشت در می یافت که پیکر مادرش پیش نظرش روزاروز خورتر می شود و نگاهش محزون تر. حالا نیز مادر گل را بوییده تبسم کردنی شد و نتوانست. نشانه سری پا نزدش نشسته مویهای سفیدش را آراسته و نوازش کرد. نوروز مبارک. دوستان تاج سر، دشمنان خاکی تر. نوده مخچدار مجنون بی در دست از حولی گپ سر کرد مرزیه که در این خانه نیازمند مهمان هیچ انتظارش نبودند.
او گوشه بالین خیریه را با مراد شفا برداشته گفت: زودتر شفا یابی، دردت سبک شود. نوروز تو هم مبارک، سعید جانت صحت و سلامت برگردد، توی و تماشا شود. یک دسته آمین کرد خیریه. خوش آمدی. علمی نودسوار به خانه‌شان آمدن مهمان را دیده دویده آمد و به آستین کمپیر چشم دوخت. ایها، این بچه نمرده آدم شد کو؟ های های، اینجا بیا پالوان. کودک پیسانده به مهمان نگریست. اینجا بیا، بچه بلا شد است. تعریف مهمان به دل ابگاری بیبی تیر زد. کی می گفت همین یک ریزه گوشت آدم می شود؟ از جانی نبرآمده امید است. علم نغمه های نو به نو می کرد. نوده آورده کمپیر را سوار شده می دوید. خود به خود ذوقیده می خندید، می افتاد و می خیست. بچه ما مرد می شود. آه کشید خیریه کی از بیمی چشمی بدی کمپیر در دلش لرزه افتاده بود و می خواست کودک را با بهانه از نزد کمپیر دور کند. رفت جانی بیبی، بازی کن. تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود، گفت مرزیه. گوساله شدنی است این بچه. شیرزاد اینجا بیا. کودک از آستین کمپیر امیدش را کنده رفت. تا مرد شدنی این یتیمک، چقدر مردان اصیل غریب خاک می شوند. آهی به درد کشید صاحب خانه. خیریه، عالم آدم خور شده است. هی هی. نشانه نزد مهمان دسترخوان گسترد. او کمپیر را دوست نمی داشت. از آمدنش خرسند نبود. بدی و بلاییش را نسبت به دوگانه‌اش نمی بخشید. نوروزی گناه بخش و گناه سوز آمده بود. بین مهمان و صاحب خانه چی گفتگو می شد دختر نمی دانست. اما از طبع خیره مادر پی می برد که کمپیر ناسزا گفته است. دل حساس و پیشبینی خیریه را که تمام روز آفتابی بود ابری تیره پیچاند. او را خواهش پیدا شد که کورپه را به سر کشیده خود را خوابیده وانمود کند و از جاغ کمپیر که به جانش رسیده بود خلاص شود. به خانه خواهرم نوروزی بردم، از گناه هم گذشت. گناه را کی کند و عذابش را کی کشد؟ گفت پس مهمان. خیریت. آشتی شوی خواهران را مبارکباد کرد صاحب خانه. گناه برای بخشیدن است دوگانه. خوب کردی، ناخون را از گوشت جدا کردن نمی شود. از خانه خواهرش راست به خانه خیریه آمدن مرزیه بی سبب نبود. می دانست که این نویگری حتما به گوش خدایش نوریه رسیده بی تأثیر نمی ماند. چند نوروز پشتی سر شده بود، اما خداها هنوز ناگپ بودند. مرزیه با سخن با عمل اثبات کردنی بود که با خدایش نه در این نوروز نه در بدروز میل آشتی شوی ندارد. میزبان مقصد این مهمان سرگب را فهمیده دیگر پرسجو نکرد. دختری شاهی بلخ نه آمده است؟ مراجعت کرد او به صاحب خانه. زیبا را در نظر داشته. نه، سرجنبان میزبان که زودتر رفتن مهمان را میخواست. مرزیه برای دختری نیم شده از جان و جگرش روی نمیگرداند. راه روان گفت کمپیر. خیریه جواب نداد. مرزیه دید که نویگری عجیب به این خانواده تأثیری نمی کند، از جای خیست. زنک از دروازه دور نشده، کودک از پی بزغاله دویده سرکی به آتشدان افتاد. آن تیری چشم، فغان کرد بیبی. وای بچه مگیر. نشانه کودکی خاکستر آلود و ترسیده را از آتشدان بیرون کشید. و وقتی کودک آتشدان سرد بود، سری کودک سخت ضرب خورده از چشم و دهانش آب می رفت. کودکی دم پیش دوان و خندان، گریان و نالان و بیستری شد. بچه سری چشم رفت.
الها کفت چشمی بد که از دلی بد است. از لباس کمپیر بوریش یافتن در کار. نشانه دو می نالید عاجزه. شادی نوروزی نشانه را کودکی گریان برهم زد. او که دمی را بی این کودکی سیرگپ و خندان روی شوخ تصور کردن نمی توانست، الحال رویش را به پیشانی کودک گذاشته گویا دردش را به خود گذراندن می خواست. علم خاموشانه با چشمانی از درد زرد شده به خاله‌اش می نگریست و گویا او را نمی شناخت. پیش نظری نشانه عذابی که تا به پا ماندن کودک کشیده بود جلوگر شد. اگر علم بمیرد خودم را آتش می زنم. مادر چون همیشه فکر دخترش را خوانده فغان کشید. آدمی مرده را دوباره نمی کشند نشانه. دختر لطه تر را بار دیگر به پیشانه ورمیده کودک گذاشت. پا و پر می داشتم. حالی کرته مرزیه ته در گیران علوم می شد. چشمی بدش الهی کفد. خیریه همیشه خوشلفظ و به ملاحظه حالا روی راست میهمان را حقارت داده دخترش را از پی زنکی بدچشم فرستادنی شد. به نشانه کمپیر بر نگرد تأکید کرد. نشانه از زینه دالان پایلوچ سراسیمه فرآمد. کفشش در دستش دویده رفتنی شد. چگونه در آستانه پیدا شدن زیبا را مادر و دختر ندیدند. نوروز مبارک. زیبا با دست چشمان دختر را پوشیده رویمال گردی سرخ را به سر او بست. نشانه را گویا افسون کرده باشند در جایش بی حرکت می ایستاد. چی گپ تینجیست؟ خاله خوابی یا بیدار؟ شیری خاله چی در روز روشن تگی کرپه در آمده ای؟ از آستانه سوال باران کرد زیبا همه را. در چشمی خوش دامنت علاف کودک را چشم کرد. بی حالانه عرض کرد خیریه. زیبا خنده‌اش را به زور نگاه داشته سری پا نشست و به پیشانه تفسان کودک دست نهاد. قصه به این حال افتادن کودک را شنیده نمیدانست طرفی کی را گیرد. از لباس کمپیر بوریش در کار. گفت خیریه دود کنید بچه صحت می شود. زیبا که تأثیر مقال اخلاص و خلاص را نه یک بار و دو بار سنجیده و دیده بود رویمالش را از سر گرفته به نشانه دراز کرد. گیر از رشته‌اش کنده دود کن. رویمال کمپیر است. مادر و دختر کودکوار شادی کردند زیرا به این زودی از چشم بد مرزی خلاص شدن کودک را انتظار نبودند. نشانه رشته رویمال توربافی را با نوگ سوزن کنده همراه 1000 اسپند دود کرده گردی سری کودک گرداند. دودی کبود گردی سری کودک فغانه زد. بچه دود خورده پی هم چند بار عطسه زد. پیر شو مرد شو. انا دیدی زهر چشمی بد از تن کودک می گریزد. نغز می شود. خاطر جمع شد خیریه که لحظه پیش موی آتش گرفته را می ماند. دختر کاسه سفالی را که اندرونش 1000 اسپند دود می کرد نزد بالین کودک گذاشت. ایها نشانه رویمال نو مبارک نصیب کند. از کجا؟ مادر عاقبت رویمال نو دخترش را مبارک بادی کرد. کمی ما و کرم شما. گفت زیبا باری نخست از نام خانواده به نشانه حق رس بودنش را اظهار کرده. نوروزی من و مادرم خاله. پیلگی تو را مادرم سر نمی گیرد. به دختر اشاره کرد دوگانش. نشانه را گویا سخت پوچیده باشند بی اختیار ابرو چین کرد. آنی که با امید رویمال بافته بود از مادر دلاور چنین سخنان را امید نداشت. نوریه آنگاه رویمال را به سر بسته هنری خیش دختریش را تعریف کنان گفته بود. دست درد را نبیند خیش دختر. خواستگاری رفتنی بودم. سربندم کهنه است. نشانه آنگاه از نزد مادرش که با نگاه دل دخترش را فهمیده خاموشانه با او می پیچید
از نزد میهمان آیسته خیست. کوزش را گرفته سوی چشمه رفت. برای آب نه، برای افزون کردن آبی چشمه رفت. از اشکی الم و ناامیدی. من بعد هر بار روی مال هدیه‌اش را در سری کمپیر می دید، دلش از آن یاد تلخ به درد می آمد. الحال نیز چنین شد. زیبا از دوگانه‌اش بیخبر به دلش نیشتر زد. نشانکی‌ها جهاز تویش را جمع آورده بود، اما خواستگارها از پس دروازه آنها گذشته به خانه دیگران می رفتند. گاها مشتاقانه توی خودش و دلاور را خواب می دید. می دانست که توی را خواب دیدن خوب نیست، اما خواب دیدن توی خودش نهایت خوش بود. باور داشت که دلاور در پناه عشق او زنده و سلامت برمی گردد. در نوروز جهاز عروسیش را که خود گلدوزی کرده بود به سر بارچوب پهن کرده، با امید به کرته خود و مادرش و علم دگمه نو دوخت. دلاور برگردد همه‌مان کرته نو می پوشیم، گفت زیبا که میخواست راست و دروغ دلی دردمند دوستانش را به دست دارد. الها به همان روز رسیم، گفت خیریه که از بچه چشمی حراسش را نمیکند. میرسیم خاله، میرسیم، گفت زیبا. خوش دامنت انصاف ندارد زیبی جان، گفت خیریه. دانسته باش چشمی خوش دامنت سنگ را میکفاند. اون نه کم و نه زیاد چی بیره کبیر است. نخواد، پرسید زیبا که البته از هفت پشتی پدری دخترش خبر داشت. نمیدانستی؟ نه؟ زودتر روی ما را دوز. مرضیه تشنه جنگ و جنجال است. خدا نکند که در نوروز دعایمان کند. آنها دو کسه از پی رشته کشی شدند. نشان رشته را به چشم سوزن گذراند. نمیدانستی؟ های های، شوق کرد صاحبی خانه. من بعد از گپش نبرا که دعایش تیرواری می رسد. خوشتامنم چشمی بد می داشت، اول مرا می غلطاند. خندیده گفت زیبا. با دندان رشته را کنده. خنده و بیغمی او به صاحب خانه نفارید. نخند دختر، هنوز لگدی گاوی مرده را نخورده ای. چشمی بد از دلی بد نمی بود، یک نگاهی کبیر گردنی چاواندازی بیچاره را می شکست. زیبا هرچند این قصه را نیز خوب می دانست، برای دل خیریه آن را از اول تا آخر گوش کرد. کبیر رحمتی در دنیا یگانه آدمی بود که از پشت چشم بد نان می خورد. گفت خیریه که آوازش هنگام نقل کردن می لرزید. حادثه نقل می کنم. شاهد دارد. باور نکنی از خلیفه پرس، او خوبتر می داند. خودت نقل کن خاله جان، حالا از کجا خلیفه بابا را می آبیم؟ یک سبزبهاری توی دبدبه کرده است. سولت سبزبهاری ها را خودت می دانی. از این فرایند هم از رکاب نمی فرایند. قصه کوتاه، چاوانداز همه را مغلوب کرده بوز را از تگیرانی سلیمی مست هم برده است. انا همین وقت نبودن کبیر خیشت معلوم شده است. تویدار قسم می خورد که تا سبزبهاریان آبروی ریختش را جمع نکنند به تگی چاینکش علاو نمی کند. اگر اجلی چاوانداز نمی رسید، هدیه های گرفتهش را به اسب بار کرده نزد زن و بچه هایش نمی رفت. بیهوده نفسی بد را بلای جان نگفتند. بوزی آخرین را به میدان پرتافتند. چاواندازها گردی مسلوق جوازک می رفتند. اما باز بوز را همان بخت خندیده ای اجل رسیده برداشته است. بی کبیر نمی شود. کبیر را از خانه دخترش آوردن در کار گفته است پیری مرکه. آهسته به یاردمچیش. تویدار آدم فرستاده است. در اوج بوسکشی در سری پشت کبیر پیدا شده است. دستش را بالای چشم سایبان کرده به فرجه علاوه چشمی بدش را سوی چاواندازی مست روانه کرده است. میگویند که صدای در تگی اسبی چاواندازها شکستنی گردن بیچاره را چندین کس شنیدند. انا عاقبت چشمی بد، جان خاله.
از چی باشد ابروان سیرموی زیبا گره شدند. کی می‌داند به یاد او کی و چی رسید؟ او سربند خوشدامنش را که وظیفه‌اش را ادا کرده بود به سر بسته رفتنی شد. علم دستانش را سخت داشته او را رفتن نمی ماند. زیبا لبانش را به پیشانه سوزان کودک مانده او را برداشت. خاله، چشم و کودک تب هم دارد. تبش تبی چشم است جان خاله، گفت بیبی. شانم مرا گیر، شانه آب، شانه بزغاله بیار. خود را از بغل زیبا به بغل خاله‌اش زده غش کرد کودک. نشانه دوگانش را گسیل کنان محزونانه فهماند. معرکه نوروزی را خودت سامان کن. من بیچاره یک عمر از خرسندی محرومم. زیبا به سوی مسجد که از صحنش صدای دایره و خنده زنها شنیده میشد راه گرفت. به نوبت دایره می زدند. بزم نوروزی می تفسید. دختران زیبا را دیده شوق کنان دایره را به دستش دادند. او رد نکرد. خودش نیز کیها در آرزوی چنین بزم بود. زنگار دلش به قول مادرش یک وجب شده آن را تنها چشمه سور زنان سبزبهار شسته می توانست. زیبا آهنگی آهنگی را که تنها هنگامی به خانه عروس ره گرفتن داماد می نوازند به نواختن سر کرد. کسی حیران نشد. زنهای شاهمردان خود را پزمان پی هم به رقص در آمدند. در صحن مسجد جای سوزن پرتایی نماند. تمام دیه به اینجا کوچیده بود و غرم چوب و کنده ها دلیل بود که گلخن نوروزی تا سحر فروزان می شود. گروهی با قاشق‌های دراز چوبین دیگ سمنک را که بلق می جوشید کافته ترانه می خواندند. اصلیه هر دم ناعیان سوی پسرش که گیردی دیگ انیخترش گیردی زلیخا پروانه بود گاه علو می ماند گاه دیگ می کافت تبسم کنان می نگریست و خدای آیندهش خاصیت را چشمک زنان و ذوق کنان می پوچید. زلیخا می خواند و دیگران سری آواز او را می گرفتند. سمنک بوی بهار است، میله شب زنده دار است. سمنک در دیگ ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. عید نوروزی مبارک، بزم فیروزی مبارک. حسن رضا نیز همراه زن و عروسانش به نوروزگاه آمد. مرجان که سلفه کنان نوگ پا می رقصید رئیس را به دوره کشید. شور و مغل زنها به آسمان پیچید. رئیس با مدار عصایش بلکه همراه عصایش 2-3 بار چرخ زده خسته شد و کمپیرش را به جای خود خوانده اکنون کف گفته و چقور نفس گرفته سرجنبان تبسم می کرد. خرسندی اهل معرکه به مردک گذشته بود. از پی کمپیر عروسانش را که از حضور او شرمیده در گوشه غنچه شده بودند به دوره کشید. تاش از سر دیگ نوروزی کالخواز دور نمی شد. هر دم به سفری خیرمندان که تبا بود سپارش داده زود نمک طعام را می چشید. این کار مدیر از چشم مرجان که دسترخواندار معرکه بود دور نماند. وقتی که تاش بار دیگر کفلیز را پوری آب شوربا کرده به دهان می برد کمپیر از بند دستش داشته شوربا را به دیگ ریخت و پست و سخت گفت همین خیل نمکش را چشیدن گیری، دیگران بی نمک می مانند. بعد زهر مرجانیش را نیز چکانده ماند. جایی که آشی کل فراشی. طبعی تاش که عجب نیست به چربی بروتایش یک پیاله مسکه صرف کرده بود خیره شد. او که از سر دیگ با نگاه زیکه را نوازش می کرد اکنون نمی دانست نگاه ملامت به کجا دوزد. در ایدگاه بودن زن و بچه هایش او را دلتنگ می کرد. ناعیان به دوره برآمده در گوشه ایستاد. چشمان شکاری زیکه از سر دیگ دور شدن تاش را در حال دیده
او را جستند و یافتند. مردک اشاره‌ای برای هر دویشان فهما کرد و غیب زد. کسی ناگاه غیب زدن زیکا را نیز نفهمید. دختران در گرد گلخن الاف پرک و گناه سوزی می کردند. کمپری مرجان که بیزوریاتیش را گناهی عظیمی حسابید چند بار از روی گلخنی فروزان سبک جست. اما سلفه‌اش اوج گرفت و غوت غوت کنان سوی دسترخوان‌ها رفت. طبق بالای سر فاطمه و زهرایش پیش پیش نازی از دروازه در آمد. زیبا طبق را گرفته هده دایره را به دست زنک داد. گیر پالوان، دستم درد کرد. زیبا می دانست که امروز کسی از کسی نمی رنجد. از این رو بیملال نازی را پالوان گفت. کنده این ناکفانده باشد بیار. دایره زدن نمی توانم، مرا مسخره نکن. نازی دایره در دست مستر می ایستاد. نتانی هم می نوازی. از نام همه حکم برآورد خاصیت. نازی دایره را تگی کش کرده 2-3 بار نواخته بود که رقص قطع شد. رقاصان حیران سپس خندان سویش نگریستند. انا دیدی؟ دایره را به بغل زلیخا که از خنده دلش را می داشت پرتافته گفت نازی به زیبا. بزم از نو تفسید. زیکه غیب زده ناخواست بین معرکه پیدا شده به رقص در آمد. کسی به ناز و جلوه او اهمیت نمی داد. او برای زنهای سبزبهار انگشتی زیاده را می ماند که بودنش ملال و بریده پرتافتنش در داور بود. زیکه چندان به تاب دل میده و پیچان پر ناز و ادا ارغوش رفت. عاقبت از بیمهری روی راستی همدیهگان شستش گشت که حرکتهایش سوس شدند. کسی سر و لباسی آراسته، ابروانی برگی گلی سیاه گوش مالیده، چشمانی سرمریزی زنک را نمی دید. او برویش آهک سنگ مالیده سیاه پوستیش را عیانتر کرده بود. از بیمهری همدیهگان رنجیده در گوشه قرار گرفت. زیبا گاه در یک گوشه گاه در گوشه دیگر پیدا شده به خرسندی مردم شریک می شد. او هر دم به دالان نشانکی چراغ سیاهی کم روغن خیره می سوخت و خودش از بزم نوروزی محروم بود می نگریست. عاقبت نشانه را دید که از تگی دالان کودک در بغل سوی صحن مسجد و گلخن فروزان بزم تفسان می نگرد. زیبا دیگر بی نشانه بزم کردن نمی توانست. او از دوره برآمده ناعیان از سر دیوار به حولی گذشت. نشانه گویا او را انتظار بود که از دیدن دوگانه‌اش نهایت خرسند شد. در قدمت صدقه زیبی جان، او را ببر که خودم علف سر می دیم. بیچاره دخترم همین قدر جان کنده آخران از بزم محروم شود. دلم نمی کفد. کاشکی دلم می کفید. کودک را نزد من خوابانده رو اشاره کرد مادر. انجام گفتاری 13 رامن زنان سبزبهاری شاعری خلقی تاجیکستان گلرخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: محرر کارمند شایسته تاجیکستان شهاب الدین حق نظر، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادی، کارگردان طالب محمود.